شکر نکنیم دوستان با وعدت بیرسیدیم ما دستی به دست با هم به مقصد بیرسیدیم آباد گلبشان شد در گوشه وطن آباد گلبشان شد در گوشه وطن از باغ پر از میوه وعدت بیچشیدیم از باغ پر از میوه وعدت بیچشیدیم مردی وطندار ای شادید مبارک سرجم بیشود خلقت آزادید مبارک ما دوست و برادر ما خلقی توانگر در سالی سیاهی هر چهره منوره شکرانه کنیم دوستا به وعدت بیرسیدیم ما دستی به دست با هم به مقصد بیرسیدیم آباد گلبشان شد در گوشه وطن آباد گلبشان شد در گوشه وطن از باغ پر از میوه وحدت بیچشیدیم از باغ پر از میوه وحدت بیچشیدیم گشتم سفر من ای سروری شجاع باشی تو سر بلند ای مردی وطندار ای شادید مبارک سرجم بشد خلقت آبادید مبارک شکرانه کنیم دوستا به وعدت بیرسیدیم ما دستی به دست با هم به مقصد بیرسیدیم آباد گلبشان شد در گوشه وطن آباد گلبشان شد در گوشه وطن از باغ پر از میوه وحدت بیچشیدیم از باغ پر از میوه وحدت بیچشیدیم از باغ پر از میوه وحدت بیچشیدیم درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و در برنامه امروزه فضا هنرمندان از شهر باختر تشریف آوردند از شعبه فرهنگی شهر باختر و من حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم. برنامه ما با ترانه آوازخوانی تئاتر خلقی شهر باختر سبزعلی رمضانوف آغاز گردید و همچنین در برنامه امروز ما را همراهی میکنند سعید مراد بویمرادوف کارمند بخش فرهنگ علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و من کلی هنرمندانی که حالا در استودیو قرار دارند
با برنامه فضا خیر مقدم میگم، خاصه مطربانی که امروز تا آخر برنامه با سازهای زیبای خود برنامه ما را رنگین خواهند کرد. درود و اگر درود پیام به بیننده تلویزیون سفینه دارید، حالا دستگاه های نوروبرداری اختیار شماست. مرحمت فرمایید. سلام عرض میکنیم به تمام بیننده تلویزیون سفینه. با عرض سلام و درودی به پایان به تمام مخلصان و تماشابینان برنامه فضای تلویزیون سفینه. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب بیاید از فعالیتی بخش فرهنگی شهر باختر برای ما کمی قصه کنید. خب من در حیات خود چه مؤسسه ها را دارد؟ فعالیتش چگونه برام مونده شده است؟ با شرافت استقلالیت دولتی، وحدت ملی، ثبات جامعه شهروندی، به خصوص تلاش و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان، امروزها شهر باختر به یکی از شهرهای زیبای تبدیل یافته ایستاده است. در این شهر خوشبختانه بناهای فرهنگی، تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جانوف، کتابخانه ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین، آثارخانه ولایتی به نام اوستا، مکتب صنعتی بچگانه، کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعات شهر باختر آمد و فروختند که برای تشکیل فضای ایجادی هنرمندان و صنعتکاران یک هدیه خوبی می باشد. امروز که هنرمندان تئاتر خلقی شعبه فرهنگ شهر باختر به این برنامه حضور دارند، حاضر آمدند و این تئاتر تاریخ طولانی رو سپری کرده است. در حیات این تئاتر سرایندگان و هنرمندان، نوازندگان، راویان با مردم خدمت رسانده ایستادند. خب در همین تئاتر مثلا برنامه‌های فرهنگی و من صحنه‌ها برنامه گذاشته میشود بغیر از آنه که هنرمندان جا آوازخوانی میکنند؟ سر کرده از جشن‌های ملی همون صده، مهرگان، تیرگان، نوروز و دیگر صحنه‌های تقویمی یعنی چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی معرفتی، هنرمندان این تئاتر با صحنه‌های جالبی هجوی، تربیوی و همچون با سرود و آهنگ‌ها، رقص و ترانه‌های دلاشوب خدمت مردم را کرده ایستادند. بهترین. تشکر زیاد. و حالا باز چه ترانه برای بیننده تلویزیون سفینه پیشنهاد می‌شود از جانب هنرمندان؟ اینک ترانه با نام پشیمانی، شعر علی جان سربندی، آهنگ فیض‌دین شریپوف از جانب هنرمند رمضان سبزعلی به بینندگان رسانده می شود و باید در اینجا قید کرد که با همین تشکیل شدن فضای خوب ایجادی در شهر باختر، سرود ترانه‌های بیشتری هنرمندان ما از ادیبان یعنی شاعر و نویسندگان و آهنگسازان خودی است. بله. بهتره. سرود رو پیشکش مخلصان می‌گردم. بفرمایید. مرحبا. بیرزد اشکی چشمانم بیسوزد در غمت جانم، بیرزد اشکی چشمانم بیسوزد در غمت جانم، به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم، به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم. من به وفا گفتم چی حرفی ناسزا گفتم، تو را من به وفا گفتم چی حرفی ناسزا گفتم، کنون گریانو نالانم پشیمانم پشیمانم، کنون گریانو نالانم پشیمانم پشیمانم.
میرزد اشکی چشمانم میسوزد در غمت جانم میرزد اشکی چشمانم میسوزد در غمت جانم به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم خطا کردم چی کاری ناسزا کردم خطا کردم چی کاری ناسزا کردم تو بخش مایی تابانم پشیمانم پشیمانم تو بخش مایی تابانم پشیمانم پشیمانم میرزد اشکی چشمانم میسوزد در غمت جانم میرزد اشکی چشمانم میسوزد در غمت جانم به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم به یادی تو پریشانم پشیمانم پشیمانم دوستان عزیز برنامه فضا را ادامه میدیم. خودی حاضر به برنامه هنرمند بخش فرهنگی شهر باختر توکلوف قربان نظر پیوستند. خوش آمدید به برنامه. و دوستان عزیز ترانه سبزعلی را ما شنیدیم حالا که پیشنهادی ما و شما گردید. خب سبزعلی از فعالیت خویش برای ما قصه کنید. فعالیت شما در شعبه فرهنگ چگونه است؟ حالا به چه کارها مشغولید؟ ما هم روزا در شعبه فرهنگ از رفتی انمو طوری کاری خود اومده در انم تمرینگاهی که مقصد برای ما آماده شده همه روزا با این استادقتی سرودای خود تمرین میکنیم. شما از کی پیوستید به خود این شعبه فرهنگ؟ فعالیت شما از کجا آغاز می شود؟ ما بعدی خدمت وطن مادر کدام سال خدمت وطن را 2005 2007 تمام نبودم. در خدمت عسکری سرود میخوندید؟ بله بله. چه سرود ها میخوندید اینجا؟ خیلی کجا در فقط مادر بیشتر یاد میکنیم. مادر تا پدر سرودهای وطنداری. بله بله سرودهای وطن مادر. از کدام سال به شعبه فرهنگ کار شعبه فرهنگ شهر باختر از سال 2009 با همی شعبه فرهنگ شهر باختر با کار تعیین شدم. بهترین سلامت باشید. خب من در شعبه فرهنگ از زیرتوبه شعبه فرهنگ کدام مؤسسه هستند؟ درباره زیرتوبه شعبه ها گپ زنید. مثلا مکتب های موسیقی، کتابخانه و من اون مرکز های مهمی فرهنگی که در شهر باختر فعالیت میکنند. عموما در نزد شعبه فرهنگ 13 عدد مؤسسه فرهنگی زیرتوبه هستند که فعالیت میکنند. مخصوصا قید کردنی هستم فعالیت خوبی کاخ فرهنگ و مرکزی اطلاعاتی شهر باختر، مکتب صنعتی بچگانه، کتابخانه مرکزی به نام کمال خوجندی با 6 فیلیالش. خب بعد باغ فرهنگی استراحتی، انسامبل رقصی کسبی ستاره. این هنرمندان همه روزه در این بخش فرهنگ همکاری دارند و وقتی که برنامه خوبی کنسرتی رو ما تهیه می‌نماییم در محل ها، یعنی در 15 محله شهر باختر طبق نقشه چهاربینی ها ما بخشیده به جشن های وحدت، استقلالیت و دیگر جشن های ملی مون به نزد مردم رفتن نمایش میتیم. برنامه خوبی ایجادی مون پیشکش مینماییم. بله تشکر جناب. خب بازم نوبت ساز سرود رسید و حالا چی ترانه پیشنهاد میشه؟ اینک سرودی وطن، شعر حق نظر غایب، آهنگ جمشید رحیم در اجرای هنرمندی جوانی کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر توکلوف قربان نظر. خب پیشنهاد می‌کنم.
در زبان آید وطن چون صبحی رو افزای ما رو کشاید خلق چون آینه سیمای ما در زبان آید وطن چون صبحی رو افزای ما رو کشاید خلق چون آینه سیمای ما به وطن بس که نرخشد شمس و کوکب‌های ما به وطن بس که نرخشد شمس و کوکب‌های ما بشنوید ای عصرها این پاسخ از لب‌های ما بشنوید ای عصرها این پاسخ از لب‌های ما خلق یابد با وطن تاجی سری والای خیر خلق یابد با وطن بختی جهان آرای خیش خلق یابد با وطن تاجی سری والای خیش خلق یابد با وطن بختی جهان آرای خیش ما همه چو دست و بازوی به هم پیچیده‌ایم در زمین یک چمن یک مهر دیر سبزیده‌ایم ما همه چو دست و بازوی به هم پیچیده‌ایم در زمین یک چمن یک مهر دیر سبزیده‌ایم یک گلی امید با یارانی خود پی کرده‌ایم یک گلی امید با یارانی خود پی کرده‌ایم یک گلی مقصود با یارانی جانی چیده‌ایم خلق یابد با وطن تاجی سری والای خیش خلق یابد با وطن بختی جهان آرای خلق یابد با وطن تاجی سری والای خیش خلق یابد با وطن بختی جهان آرای خیش بختی جهان آرای خیش بختی جهان آرای خیش برنامه را ادامه دهیم و امیدوار میشیم که هنرمندان شعبه فرهنگی شهر باختر به برنامه امروزه فضا تشریف آوردند و شما ترانه های زیبای هنرمندانی این شهر را شعبه فرهنگی شهر باختر را میشنوید و ما برنامه را ادامه میدهیم. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من یک امکانات خیلی خوبی شد برای استعدادهایی که در شهر و ناحیه‌های کشور فعالیت میکردند و اون استعدادهایی که حالا آشکار نشده بودند کشف نشده بودند و امروز با شرافت آزمون مذکور هنرمندان از تمام منطقه تاجیکستان علاقه تلاش میکنند که شرکت ورزند، خاصه آنهایی که هوسکار هستند، آنهایی که استعداد نادر دارند میتوانند که به همین آزمون ها بپیوندند. و شما برای ما بگویید که در شهر باختر چگونه است؟ من اشتراکچیان چگونه هستند؟ هنرمندان چگونه با شعبه فرهنگ همکاری میکنند؟ بله، مقصد اساسی این آزمون هم دریافت چهره‌های نو، استعدادهای جوان، بلایاقت، سرود و ترانه‌های بخشیده در وصف مادر وطن و ارزش‌های ملی بود. این البته برای ما در شکل نظامنامه جمهوری آمده رسید. ما در نتیجه گذراندن سمینارها، صحبت فهماندهی‌ها و کاربری با انمین هنرمندان صنعتکاران جهت جلب انمین داوطلبان سنی در دور رده‌بندی سنی از 12 تا 17 ساله و از 18 تا 35 ساله کار کردیم
و خوشبختانه موفق هم گردیدیم. گفته میتوانم که هنرمندان شهر بختر یعنی غالبان همین آزمون در دوره اولی یعنی در دوره شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شماره آنها با 176 نفر رسید که نسبت سالهای گذشته خیلی زیاد است و در دور ولایتی نیز شماره داوطلبان غالبی آن به 19 نفر رسید که علاقه نسبت دیگر شهر نویا نتیجه خوب دارد و با باوری گفته میتوانیم که در نتیجه کاربری و همکاری من امین گروه های ایجادی انسامبل ها تئاتر های خلقی ما میتوانیم که در آینده این رقم رو به سطح بلند برداریم. خب نتیجه ها در سطح جمهوری چگونه هستند؟ هایی که سالهای قبل در این آزمون شروع کردن در سطح جمهوری در دوره نهایی غالبیت به دست آوردن؟ بله، امروز ما غالبان دوره های اول و ولایتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من را با برنامه های کنسرتی ولایتی دعوت میکنیم. همین مخصوصا از شهر بختر هنرمندانی که در همین آزمون غالب گردند در برنامه های تلویزیونی، در برنامه های رادیویی، در برنامه های کنسرتی خود آنها رو دعوت میکنیم برای که رشد یابند. سرودهای آنها رو پیشکش مردم میکنیم و آینده آنها رو با شعبه فرهنگ نیز به کار گرفته ایستاده ایم. خب من از نتیجه پرسیده بودم، مثلا سالهای قبل بودن نفرانی که در دور جمهوری غالبیت به دست آوردن؟ بله، یک سال ششم است که این آزمون مذکور برگزار میگردد. در همین 6 سال هم ما اگر در نظر داریم در نامیناسیون های سرآیندگی و نوازندگی بسیار هنرمندان خوب داریم. مخصوصا قید کردن در کار است که مکتب صنعت بچگانی شهر بختر یکی از مکتب‌های صنعتی پیشقدم میباشد که استادان ورزیده دارد و در تربیه انمی داوطلبان بسیار سهم ارزنده دارد. خوش آمدید قربان نظر به برنامه ما. خب یک ترانه زیبا هم شما اجرا کردید. خب شما از کی فعالیت میکنید در شعبه فرهنگ؟ من طولی 2-3 سال شد که در فرهنگ فعالیت میکنم. کجا رو ختم کردید؟ دانشگاه ناصر خسرو با شهر بختر رو ختم کردم. کدام بخش؟ فاکولته فیلولوژیا. خب ولی آوازخوانی؟ ولی آوازخوانی در عائله ما صنعتکارا بودند. برادرم پدرم صنعتکار بود. کی از برادرتان؟ برادرم توکل شفا خودی حاضر هم سراینده است و چون که در عائله صنعتکار به دنیا آمدم و صنعت از خردی در مهر دل من بود و من همین راه را انتخاب کردم. خب چون شما در شعبه در رشته فیلولوژیا تحصیل کردید و اونجا بیشتر با سخن و با ادبیات سر و کار دارید، فکر میکنم که در انتخاب سرودها دیگر مشکلی نمیکشید، متن‌های والا رو انتخاب میکنید، همینطور؟ بله چون که در آنجا استادان شعرهای و متن‌های والا رو انتخاب میکنیم با استادان. تشکر زیاد، خوش آمدید. خب سپاس به کل شما که امروز به برنامه تشریف آوردید و سرودهای زیبا اجرا کردید، صحبت جالب هم داشتیم. سپاس به کلی مطربان که زحمت کشیدن، آهنگ‌های زیبا اجرا کردن و خوش آمدید. در انتها چی ترانه پیشنهاد می‌شود؟ اینک یک ترانه زیبای با نام گل یک دانه من، شعر خلق، آهنگ زین شمس‌الدین در اجرای هنرمند توکل قربان نظر، پیشکشی مخلصان می‌کردند. تشکر. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. برنامه فضا بود دوستان عزیز که پیشنهاد شما گردید با اشتراک هنرمندان شعبه فرهنگ شهر بختر و بازم یک ترانه دلنشین را میشنویم و با شما خیر میگیم. تا دیدار دیگر. گلی یک دانه من یاری جانانه من، گلی یک دانه من یاری جانانه من، شمو پروانه من بیا بیا، شمو پروانه من بیا بیا.
شمو پروانه من بیا بیا شمو پروانه من بیا بیا چشمانی ترا خمار که میبینم زلفانی ترا دتار که میبینم در سایه زلفیار شکوفته لاله دورانی ترا بهار که میبینم در سایه زلفیار شکوفته لاله دورانی ترا بهار که میبینم گلی یک دانه من یاری جانانای من گلی یک دانای من یاری جانانای من شمو پروانای من بیا بیا